گورستان آرزوها. چرا هر آنچه درباره موفقیت یاد گرفته اید یک دروغ بزرگ است؟ بخش اول. کارخانه تولید بازنده. همین الان به خودت نگاه کن. خسته ای نه؟ نه اون خستگی شیرین بعد از یک پیروزی بزرگ. دارم درباره آن خستگی لزج و چسبناک حرف میزنم که صبحها به سقف دهانت میچسبد. تو تمام قوانین را رعایت کردی. در مدرسه ساکت نشستی، نمرات خوب گرفتی، سر وقت سر کار رفتی، به رئیست لبخند زدی و مثل یک شهروند نمونه در صف ایستادی. اما بگذار یک سوال دردناک از تو بپرسم. اگر تو همه کارها را درست انجام دادی، چرا حس می‌کنی یک جای کار میلنگد؟ چرا آن احمق بی سواد کلاس سوم راهنمایی الان سوار بر ماشینی است که تو حتی جرأت نداری قیمتش را بپرسی؟ حقیقت این است که تو قربانی یک کلاهبرداری بزرگ شده ای. سیستمی که تو را تربیت کرده، مدرسه، دانشگاه و رسانه‌ها هرگز نمی‌خواستند تو موفق شوی. آنها می‌خواستند تو امن و قابل پیشبینی باشی. آنها به تو نقشه گنج ندادند. آنها نقشه راه رسیدن به کارخانه را به دستت دادند تا تبدیل به یک پیچ و مهره استاندارد شوی. مشکل تو این نیست که اندازه کافی تلاش نمی کنی. مشکل این است که داری در بازی تلاش می کنی که قوانینش برای باختن تو طراحی شده است. به تو گفتند پسر خوبی باش تا جایزه بگیری. اما در دنیای واقعی جوایز توسط کسانی دزدیده می شود که جرأت کردند قوانین را بشکنند. امروز قرار است این نقشه جعلی را بسوزانیم. ما می‌خواهیم وارد منطقه ممنوعه شویم، جایی که در کتاب‌های درسی سانسور شده است. می‌خواهیم بفهمیم چرا نمره‌های 20 مدرسه کارمندان نمره‌های 10 می‌شوند. چرا گاهی تسلیم شدن بزرگترین پیروزی است و چرا اعتماد به نفس فقط یک نام مؤدبانه برای توهم است. اگر هنوز به عدالت جهان کودکانه ایمان داری، همین الان این ویدیو را ببند و به خوابت ادامه بده. چون واقعیتی که قرار است بشنوی خوابت را برای همیشه آشفته خواهد کرد. بیداری درد دارد و من تیغ جراحی را در دست دارم. بخش دوم. افسانه پسر خوب. آیا واقعاً خوبها برنده می شوند؟ بیایید با مقدس‌ترین دروغ شروع کنیم. با دیگران مهربان باش تا دنیا با تو مهربان باشد. این جمله قشنگ است. مناسب نوشتن پشت کامیونها یا استوری‌های اینستاگرام. اما آمار چیز دیگری میگوید. تحقیقات نشان دادند که افراد ناسازگار، کسانی که کمتر مهربانند، کسانی که حاضرند دعوا کنند و نه بگویند، به طور میانگین درآمد بسیار بیشتری از افراد سازگار و مهربان دارند. چرا؟ چون وقتی تو بیش از حد مهربانی، دنیا تو را به عنوان یک منبع می‌بیند، نه یک رقیب. تو تبدیل به پله می‌شوی، پله‌ای که دیگران پاشنه کفششان را روی صورتت می‌گذارند تا بالا بروند و بعد حتی یادشان نمی‌رود تشکر کنند. سیستم به تو یاد داد که سازش کنی، اما تاریخ را کسانی ساختند که سازش نکردند. استیو جابز یک دیکتاتور غیر قابل تحمل بود. ناپلئون یک خودشیفته تمام عیار بود. آنها پسران خوبی نبودند. آنها قوانین خودشان را به واقعیت تحمیل کردند. البته اشتباه نکن. من نمیگویم باید یک حیوان باشی. نکته ظریف و خطرناک اینجاست. خوب بودن بدون داشتن دندانهای تیز فضیلت نیست، ضعف است. اگر نتوانی گاز بکنی، مهربانیت انتخابی نیست، بلکه از سر ناتوانی است. در دنیای بیزینس و قدرت، مؤدب بودن اغلب به عنوان نشان ترس تفسیر می شود. وقتی همیشه لبخند می زنی، یعنی داری التماس می کنی که به تو صدمه نزنند. موفقیت‌های بزرگ متعلق به کسانی است که مرزهای مشخصی دارند و حاضرند برای دفاع از آن مرزها صورت طرف مقابل را خراش بدهند. اگر فکر می‌کنی با کادو دادن به همکارانت و اضافه کاری بدون حقوق روزی پاداش می‌گیری، تو در توهمی زندگی می‌کنی که پایانش افسردگی است. دنیا به نیاز تو پاسخ نمی‌دهد، به قدرت تو پاسخ می‌دهد. بخش سوم. هنر کثیف جا زدن.
چرا تسلیم شدن استراتژیک است. از کودکی در گوشمان خواندند نابرد رنج گنج میسر نمی شود. هرگز تسلیم نشو. این احمقانه ترین توصیه است که می توان به یک انسان داد. تصور کن داری با سر به یک دیوار بتونی میکوبی. خون از پیشانیت جاری است. یک مربی انگیزشی کنارت ایستاده و فریاد میزند ادامه بده. دیوار بالاخره میشکند. نه، دیوار نمیشکند. جمجمه تو میشکند. موفقیت‌های بزرگ حاصل پافشاری کورانه نیستند. حاصل این است که بدانی کی باید جا بزنی. اگر یک روزنامه فروش بی سر دست و پا داری و فقط داری ضرر می‌کنی و همیشه داری نقدینگی تزریق می‌کنی، بدان که فقط داری آمار تعدیل پول را بیشتر می‌کنی. داستان تاماس ادیسون و هزاران آزمایش او احمقانه ترین دروغ است. ادیسون اگر با هر آزمایش جهتش را عوض نمی‌کرد، هنوز در تاریکی بود. هزاران کارآفرین جوان هر روز برای پافشاری بر رویاهای بی‌معنایشان ورشکست می‌شوند و تنها چیزی که برایشان می‌ماند یک عالم بدهی است و احساس شکست که تا آخر عمر رهایشان نمی‌کند. یاد بگیر که ورشکستگی احتمالی را بپذیری. وقتی می‌فهمی که داری می‌بازی، درون شک را بگذار و بازی را ببند. یاد بگیر که انرژی خود را از یک مسیر بنبست بیرون بکشی و به جایی ببری که هنوز شانسی برای پیروزی داری. تسلیم شدن نشان ضعف نیست، نشان هوشمندی است. توهم نکن که هر شکست درسی کمیاب است. بعضی شکست‌ها فقط این را نشان می‌دهند که تو بی‌عقل بودی. توانایی تغییر جهت، شرافت جا زدن به موقع و انعطاف پذیری واقعاً چیزی هست که باید برایش تلاش کرد. ما در اقتصاد مفهومی داریم به نام هزینه فرصت. هر ساعتی که صرف یک کار بیهوده می‌کنی، ساعتی است که می‌توانستی صرف کاری کنی که در آن نابغه‌ای. اما غرور احمقانه من تسلیم نمی‌شوم تو را در شغل‌های مرده، روابط سمی و پروژه‌های شکست خورده نگه می‌دارد. قهرمانان واقعی کسانی هستند که زود می‌فهمند مسیر اشتباه است. کوله‌بارشان را زمین می‌گذارند و مسیر را عوض می‌کنند. این تسلیم شدن نیست، این چرخش استراتژیک است. به طبیعت نگاه کن. اگر شیری دنبال آهویی بیفتد و ببیند آهو خیلی سریع است، تا ابد دنبالش نمی‌دود تا از گرسنگی بمیرد. او متوقف می شود، نفس تازه می کند و سراغ شکار قابل دسترستری می رود. فقط انسان است که به خاطر حفظ آبرو و ترس از قضاوت دیگران سالها در یک چاه خشک بیل می زند. جا زدن شجاعت می خواهد. شجاعت پذیرفتن این که اشتباه کردم. اکثر مردم ترجیح می‌دهند 10 سال دیگر در بدبختی بمانند تا اینکه امروز اعتراف کنند 5 سال گذشته را اشتباه رفتند. سرسختی بدون هوشمندی نام دیگر حماقت است. بخش 4، شبکه عنکبوتی، یا روابط یا گروگانگیری. به تو گفتند نتورکینگ یعنی دوست پیدا کردن. یعنی کارت ویزیت رد و بدل کردن در همایش‌های مسخره و خوردن شیرینی‌های بیات. این دروغ است. شبکه سازی در سطوح بالای قدرت شباهتی به دوستی ندارد. شبیه به معامله گروگان است. قانون ساده است. اگر چیزی برای ارائه نداشته باشی، هیچ کس، تکرار می‌کنم، هیچ کس به تو اهمیت نمی‌دهد. آدم‌های موفق دوست نمی‌خواهند، آنها متحد می‌خواهند. فرقش چیست؟ دوست کسی است که با او پیتزا می‌خوری و درد دل می‌کنی. متحد کسی است که منافعش با منافع تو گره خورده است. تا وقتی سود او در سود تو باشد، از تو محافظت می‌کند. لحظه‌ای که این گره باز شود، تو را جلوی گرگ‌ها می‌اندازد. بنابراین به جای اینکه سعی کنی جذاب یا بامزه باشی تا مردم دوستت داشته باشند، سعی کن مفید و خطرناک باشی. مفید باش تا به تو نیاز داشته باشند و خطرناک باش تا جرأت نکنند حذفت کنند.
این تعریف واقعی یک شبکه قدرتمند است. بهترین نتورکرها کسانی نیستند که با همه گرم میگیرند. آنها کسانی هستند که نقاط اتصال را میشناسند. آنها میدانند چطور آدم الف را به آدم ب وصل کنند و از این وسط پورسانت خودشان چه مالی چه اعتباری را بردارند. در تنهایی خودت تخصص بساز، اما در جمع آن تخصص را به عنوان اهرم فشار استفاده کن. اگر در یک اتاقی هستی و نمیدانی چه کسی طعمه است، احتمالاً طعمه خود تو هستی. روابط انسانی بازاری است که واحد پولش نیاز است. خودت را گول نزن. بخش پنجم، موهبت دیوانگی، اعتماد به نفس یا توهم. بیایید درباره سندروم ایمپاستر یا همان حس کلاهبردار بودن حرف بزنیم. خیلی ها فکر می کنند این یک بیماری است، اما حقیقت شوکه دهنده اینجاست. کسانی که خودشان را زیر سوال می‌گذارند معمولاً واقع بین‌تر و باهوش‌ترند. اما مشکل اینجاست که واقعیت ترمز دستی موفقیت است. آدم‌های سوپر موفق اغلب دچار نوعی توهم بنیم هستند. آنها واقعاً باور دارند که برگزیدند. آنها باور دارند که قوانین فیزیک و اقتصاد برای آنها کار نمی‌کند. و نکته ترسناک ماجرا این است که همین توهم باعث می شود کارهایی بکنند که یک آدم عاقل هرگز جرأتش را ندارد. مایکل فلپس، شناگر افسانه‌ای، فیزیک بدنی عجیبی دارد، اما چیزی که او را قهرمان کرد باوری بود که می گفت من شکست ناپذیرم. اگر او واقع بین بود به دردهای عضلانیش گوش میداد و استراحت می کرد. اعتماد به نفس نتیجه شایستگی نیست. اعتماد به نفس نتیجه نادیده گرفتن احتمال شکست است. جامعه به تو میگوید فروتن باش. فروتنی برای راهب هاست، نه برای جنگجوها. اگر میخواهی دنیا را تغییر بدهی، باید آنقدر دیوانه باشی که فکر کنی میتوانی. البته این شمشیر دولبه است. این توهم میتواند تو را نابود کند، اما بدون چاشنی دیوانگی تو فقط یک کارمند عالی باقی میمانی که رویاهای رئیس دیوانه‌اش را محقق میکند. انتخاب با توست، عاقل فقیر یا دیوانه ثروتمند. تاریخ نشان داده که شانس عاشق دیوانه هاست. بخش ششم، نفرین تعادل، کار و زندگی. تعادل کار و زندگی. این یکی از بزرگترین مخدرهایی است که به خورد نسل ما دادند. اینستاگرام پر از تصاویری است که نشان می‌دهد فردی هم مدیرعامل است، هم قهرمان بدنسازی، هم پدر نمونه و هم هر هفته در سفر است. بگذار خیالت را راحت کنم. این دروغ محض است. موفقیت خیره‌زنگ بهای سنگینی دارد و آن بها عدم تعادل است. انیشتین پدر وحشتناکی بود. پیکاسو شریک عاطفی کابوسواری بود. ایلان ماسک در کارخانه می‌خوابد. شما نمی‌توانید در همه چیز عالی باشید. انرژی شما محدود است. اگر بخواهید همه چیز را متعادل نگه دارید، در همه چیز معمولی خواهید شد. نبوغ نیاز به وسواس دارد و وسواس یعنی غرق شدن در یک چیز و نادیده گرفتن بقیه. اگر دنبال آرامش هستی، دنبال موفقیت بزرگ نرو. این دو در تضاد مطلق هستند. موفقیت یعنی آشوب، یعنی قربانی کردن خواب، تفریح و گاهی حتی روابط برای رسیدن به آن قله لعنتی. آنهایی که به شما میگویند من همه چیز را با هم دارم، یا دارند دروغ میگویند یا تعریفشان از موفقیت بسیار پایین است. باید انتخاب کنی. میخواهی مثل یک شمع در همه جهتها نور ضعیفی بدهی و آرام بسوزی، یا میخواهی مثل لیزر روی یک نقطه متمرکز شوی، آنجا را بسوزانی و سوراخ کنی اما بقیه جاها تاریک بماند. بزرگان تاریخ لیزر بودند، نه شمع. بخش هفتم، درونگرایان قاتل، قدرت سکوت. دنیا طوری طراحی شده که به نظر میرسد فقط برونگراهای پرصدا برنده میشوند. کسانی که بلند حرف میزنند، سریع واکنش نشان میدهند و در مرکز توجه‌اند. اما این فقط ویترین است.
قدرت واقعی در سایه هاست. درونگرایان، کسانی که نیاز به تنهایی دارند، یک سلاح مخفی دارند که برونگراها از آن محرومند. تمرکز عمیق. در دنیایی که حواس همه با یک نوتیفیکیشن پرت می شود، کسی که بتواند 4 ساعت در یک اتاق دربسته بنشیند و روی یک مسئله پیچیده کار کند، پادشاه است. بیل گیتس، وارن بافت، مارک زاکربرگ، اینها دلقک‌های مهمانی نبودند. اینها کسانی بودند که در سکوت فکر کردند و استراتژی چیدند. در حالی که برونگراها در حال هدر دادن انرژیشان برای جلب توجه بودند، درونگراها داشتند سیستم‌هایی رو می‌ساختند که همان برونگراها رو کنترل کنند. سکوت خالی بودن نیست. سکوت فضایی است که در آن ایده‌های خطرناک رشد می‌کند. اگر تو آدمی هستی که در مهمانی‌ها احساس خفگی می‌کنی، فکر نکن نقص داری. تو فقط موتورت برای کارهای عمیق تنظیم شده، نه برای کارهای سطحی. سیستم‌های اداری باز، اوپن آفیس، دشمن تو هستند. فرار کن. غارت را پیدا کن و در آنجا سلاحت را بساز. وقتی بیرون آمدی، لازم نیست فریاد بزنی. نتیجه کارت آنقدر بلند خواهد بود که گوش دنیا را کر کند. صدای عمل همیشه از صدای ادعا بلندتر است. بخش 8. بیداری در مسلخ. حالا به انتهای خط رسیدیم. چه حسی داری؟ شاید کمی عصبانی، شاید کمی ترسیده. خوب است. ترس نشانه این است که بدنت دارد سموم نصایح زرد را دفع می کند. ما 8 قانون را مرور کردیم. فهمیدیم که مهربانی بیجا حماقت است، تسلیم شدن به موقع هوشمندی است و تعادل یک دروغ بزرگ است. اما دانستن اینها کافی نیست. دانستن فقط بار مسئولیتت را سنگین تر می کند. تا دیروز می توانستی بگویی من نمیدونستم بازی چطور کار می کند. اما از امروز به بعد اگر باز هم بازنده باشی، تقصیر خودت است. تو در دنیایی زندگی می کنی که مثل یک جنگل تاریک است. معلم‌هایت به تو گفتند این جنگل امن است و اگر دستت را بالا بگیری حیوانات به تو حمله نمی کنند. اما حالا می دانی که درندگان بوی ترس را می فهمند. موفقیت یک مسیر شیک و اتو کشیده نیست. موفقیت خزیدن در لجن، تحمل تنهایی و گرفتن تصمیم‌هایی است که قلبت را به درد می‌آورد. از خودت بپرس، آیا حاضری برای رسیدن به چیزی که می‌خواهی کسی بشوی که دیگران دوستش ندارند؟ آیا حاضری بد باشی تا آزاد باشی؟ اکثر مردم در این لحظه رویشان را برمیگردانند. آنها ترجیح می‌دهند برگردند به همان قفس امن و طلایی معمولی بودن و حق هم دارند. هوای بیرون از قفس سرد است، اما حداقل هوای تازه است. این ویدیو تمام می شود، اما جنگ واقعی تو تازه شروع شده است. دفعه بعد که خواستی پسر خوبی باشی، یادت بیاید که پسران خوب فقط تماشاچیان خوب جشن پیروزی دیگران هستند. بازیگر باش، نه تماشاچی، حتی اگر نقش منفی باشی. اگر احساس می‌کنی این کلمات پرده‌ای از جلوی چشمانت پاره کرد و می‌خواهی در این تاریکی حقایق بیشتری را کشف کنی، لایک و سابسکرایب کردن تو پیامی است به الگوریتم‌ها که ما هنوز بیداریم. منتظر ویدیوی بعدی باش، چون قرار است عمیق‌تر زخم بزنیم.